Distingué corps professoral de l'Université de Nanterre. ترجیح می‌دادم در چنین شرایطی تنها درباره هنر و سینما صحبت کنم. اما چگونه می‌توانم فراموش کنم شرایط دوستان سینماگرم در ایران امروز. سینماگر ایرانی سینما را چون آینه‌ای در مقابل جامعه قرار می‌دهد تا مردمی را که توسط تلویزیون دولتی و سینمای حکومتی با دروغ بمباردمان شده‌اند را به حقیقت خود بازگرداند. در حقیقت این حقیقت گویی فیلمساز ایرانی است که او را به زندان می‌فرستد. در واقع این واقعیت نمایی اوست که آثارش را به سانسور محکوم می‌کند و در نهایت همین رئالیسم اوست که پاسپورتش را از او می‌گیرد و یا داغ تبعید بر پیشانی او می‌زند. آری چنین است وضعیت سینمای ایران. سینماگرانی که در ایران مانده‌اند یا زیر فشار سانسورند یا در خطر دستگیری و یا در زندان و زیر شکنجه، و سینماگرانی که مهاجرت کردند اگرچه به آزادی شخصی میرسند اما برای خلق هنر شاعرانه خود دچار دشواری‌های دیگری هستند. اگر فیلمساز ایرانی در کشورش زیر سانسور ایدئولوژیک له می‌شود، در جهان آزاد زیر سانسور سرمایه خود می‌شود. اکنون نیم قرن است که سینماگران مؤلف ایران در کنار دیگر سینماگران مؤلف جهان در حال مبارزه با سینمای صنعتی هالیوود بودند. هالیوودی که هنر را معمولاً به یک کالای صنعتی چون مکدونالد تبدیل کرده است. سینمای هالیوودی که 90% سالن‌های سینمای جهان را به سیطره خود درآورده و فرصت تنفس هنر مستقل را از طریق تریبون سینما نمی‌دهد. اگر جنگ سینماگر مؤلف ایرانی در کشورش جنگ شعر و سیاست است، تضاد سینماگر مؤلف ایرانی در تبعید جنگ بین شاعر ماندن و تاجر شدن است. در اینجا آزادی سیاسی هست، اما تو به عنوان یک فیلمساز مؤلف به وسیله پول بایکوت می‌شوی. من به شخصه هر دو جور سینما را تجربه کردم. بیرون از ایران می‌کوشم به وسوسه‌های هالیوود نه بگویم تا به شعر و سینما خیانت نکرده باشم، و در داخل ایران با سانسور فیلم‌ها و کتاب‌هایم روبرو بودم تا آنجا که مجبور به تبعید شدم و امروز اگر به ایران بازگردم با مجازات اعدام روبرو خواهم شد. برخی از کتاب‌ها و فیلم‌های من هیچگاه از جنگ سانسور رها نشدند و برخی سال‌های طولانی زیر سانسور بودند. و در ایران امروز تمامی آثاری که نام من بر آنهاست در سانسور کامل. سال پیش فیلمی که فیلمنامه‌اش را من نوشته بودم به شرط آن که نام من به عنوان فیلمنامه نویس از فیلم حذف شود اجازه اکران رفت. فیلم شاعر زباله‌ها. 2 ماه پیش یک فیلمساز برجسته ایرانی اصغر فرهادی فیلمش در حال فیلم برداری توقیف شد به دلیل آنکه یک فیلمساز نام من و چند فیلمساز دیگر را با صدای بلند گفته بود و آرزو کرده بود روزی به ایران برگردد. چندی پیشتر سینماگر برجسته ایرانی دیگر جعفر پناهی 3 ماه در زندان ماند، تنها به جرم آنکه در خانه خود مشغول ساخت فیلم بود. همکنون محمد نوریزاد فیلمساز حقیقت گوی ایرانی در زندان زیر شکنجه است به جرم آنکه به رهبر ایران از درون زندان نامه نوشته تا دست از کشتار جوانان ایرانی بردارد. 3 سال پیش وقتی در افغانستان فیلم می‌ساختیم، سپاه پاسداران حکومت ایران نارنجک جنگی را سر صحنه فیلم برداری ما پرتاب کرد که بیش از 20 زخمی و 1 کشته به جا گذاشت.
کسی که کشته شد یک مرد سیاهی لشکر 43 ساله بود که برای دستمزد یک روز کار به سینما آمده بود و بیان که بداند چرا قربانی دیکتاتوری ایران شد. سال گذشته میلیون‌ها جوان ایرانی به خیابان‌ها ریختند تا آزادی را فریاد کنند و با موبایل‌های خود تصاویر واقعی از آزادی‌خواهی مردم ایران را به دنیا فرستادند. تصاویری که در تغییر سرنوشت سیاسی مردم ایران اهمیتشان به گمان من حتی از تاریخ سینمای ایران بیشتر است. در سال گذشته 15,000 نفر از این جوانان برای آزادی در زندان به سر بردند و حدود 100 نفر از آنها کشته شدند که همه آنها از من به این افتخار لایق‌ترند. اساتید محترم، Distingué corps professoral de l'Université de Nanterre, permettez donc اجازه دهید این دکترای افتخار را به امید روز آزادی ایران تنها به امانت از شما بپذیرم تا روزی در وطنم ایران آن را به مادرانی تقدیم کنم که فرزندانشان پیش از دریافت دکترای افتخار به افتخار شهادت برای